مردم شهریار، کارمندان کارخانه‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌ها پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان را به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سرجمانه توسط شبکه‌های تلویزیونی جمهوری تماشا نموده. نطق پرمحتوای پیشوای ملت را همچون هدایت و دستور برای فعالیت منبعدی ساحه‌های گوناگونی خواجگی خلقی مملکت مورد آموزش قرار دادند. در پیام خود به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را برای دوره‌های آینده معین نموده اوید به پیشبرد منفعتبار سیاست خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصاد و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی وظیفه‌های مشخص به میان گذاشتند. پرزیدنت کشور با قابلیت تشکیلاتچگی راهبران وزارت و اداره‌ها، اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، تمام خدمتیان دولتی از جمله رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها اظهار باوری نموده ابراز داشتند که با کوشش و تلاش اهلانه مردم کشور مشکلات جامعه و دولتمان در آینده نزدیک برطرف گردیده تاجیکستان محبوبمان به یک ملک واقعاً آباد و کشور پیشرفته تبدیل خواهد یافت.